سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امامعلی رحمان با پوتین درباره چه گوشکی کرد؟ باقر را به خاک سپاریدند. امروز به یاد او در خاروغ مراسم چراغ روشن است. دو کارمند عمان در راه به پامیر گم شدند. مرگ فاجعه‌ای دختر 3 ساله مهاجران تاجیک در ولایت ایوانووا. قرب روبل در تاجیکستان باز بالا رفت. قرب دلار و یورو برعکس به زمین زد. بازداشت جوانزنی که از قهر بانکمات‌های بی پول را با سنگ زد و شکست. طلب 10,000 سامانی برای کمک در گرفتن حجت‌های رانندگی. بین دوشنبه و استانبول هر هفته 6 پرواز صورت خواهد گرفت. کماز در پایتخت پیاده‌گرد و چراغک راه را پخش کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. ژورنالیست روس پاول زاروبین، مؤلف برنامه مسکوا کرمل پوتین، در شبکه تلویزیونی روسیه یک که او را خبرنگار شخصی پوتین هم مینامند، ویدیوی نادر روز 16 مای در مسکو در نشست جشن 30 اودکبه با یکدیگر گوشکی کردن پرزیدنت های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان نشر کرد. در ثبت دیده می شود که قبل از شروع قسمت پوشیده این نشست، وقتی ژورنالیستان علیه ترک تالار میکردند، امامعلی رحمان از جایش خیسته چند کاغذ در دست پیش پوتین اومده و بالای سر او خم شد و چیزی را پرسید. طوری در ویدیو میبینی پوتین اول از سوال پرزیدنت تاجیکستان اظهار حیرت میکند، ولی بعد او را به پیش خود باز هم نزدیکتر خوانده به گوشش با آواز پست چیزی میگوید. بعد شنیدن سخنان پوتین، امامعلی رحمان از بالای سر او خیسته به جای نشست خود برمیگردد. معلوم نیست که پوتین و امامعلی رحمان درباره چه گوشکی صحبت کردند، ولی پاول زاروبین تخمین میزند که موضوع خیلی مهم بود. در نشست اودکبه در مسکو در برابر مسائل دیگر وضع افغانستان و تاثیر آن به وضع آسیای مرکزی نیز بررسی شد. در عرفه این نشست در برابر دست کم 2 تیرپرانی در مرز افغانستان با تاجیکستان خبرها به دست رسید و گلبدین حکمتیار، یک فرمانده سابق مجاهدین افغان، دوشنبه را هشدار داد که طالبان در پاسخ به پشتیبانی آشکارای مقامات تاجیکستان از نیروهای ضد رژیم نو طالبان می توانند به مخالفین مسلح حکومت تاجیکستان در افغانستان جایگاه و پایگاه بدهند و وضع این کشور را به آسانی به هم بزنند. همین طرز تشنج دیگرباره افزا در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان به نگرانی‌های امنیتی دوشنبه می افزاید. موج نو اعتراض‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان درست در روزهای سر شد که امامعلی رحمان در مسکو در نشست اودکبه اشتراک داشت. مقامات تاجیکستان اعتراض‌ها را در بدخشان با استفاده نیرو سرکوب کردند که باعث هلاکت 10 نفر شد. همصحبت پایگاه خبری بامداد از شهر خاروغ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که روز 23 مای سال 2022 نزدیکی‌های نماز عصر در محله برخاروغ محمد باقروف معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را به خاک سپاریدند. همراه باقر همچنین یکی از یاران او به نام سینا و ساکن محله با برخاروغ همسایه باین با نام خورشید را هم دفن کردند. به گفته ساکنان در مراسم دفن لیدر غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و یاران او تنها ساکنان محله برخاروغ و محله همسایه اوپده توانستند اشتراک کنند. ساکنان دیگر محله‌های خاروغ و همین طور از ناحیه‌های دیگر ولایت به دلیل از 16 مای در موضع چینک بسته بودن راه برخاروغ نتوانستند در این مراسم اشتراک کنند. روز 24 مای ساکنان برخاروغ و اوپده به یاد کشته شده ها مراسم چراغ روشن دایر کرده ایستادند. این یک مراسم رایج در بین اسماعیلی‌های بدخشان است که بعد در گذشت نزدیکانشان گردی هم میآیند و به یاد رفتگان مدا و دعا میخوانند. مدا یک نوع ترانه‌خوانی مذهبی است. نقل کرد یکی از همصحبتان بامداد از خاروغ. روز 24 مای در ولایت مختار کوهستان بدخشان هر سال همچون روز نور با شکوه جشن گرفته میشد. این عید به شرف اولین بازدید پیشوای اسماعیلی‌های جهان شاهزاده کریم آقاخان چهارم از این ولایت مختار است که 24 مای سال 1995 صورت گرفته بود، ولی به گفته ساکنان امسال بخشیده به روز نور مراسم‌های بزرگ در نظر گرفته نشده است، چون که مردم در ماتم کشته شده های حوادث اخیر نشستند. شورت کمالوف
برادر کمالوف سنگلی سال تولدش 1990 که در عمان دسته تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باعث راننده کار میکرد، خبر داد که برادرش و یک کارمند دیگر عمان در راه به ولایت مختار کوهستان بدخشان در حدود نویه درواز گم شدند و اینک 4 روز باز از آنها درکی نیست. شهرت کمالوف به ژورنالیست مستقل دلیر امامعلی خبر داد که سنگلی کمالوف و یک همکارش شب 19 و 20 مای برابر آمده بودند و بار آخر ساعت 12 شب تلفنی خبر داد است که آنها الکی از کولو برآمده به طرف ولایت مختار کوهستان بدخشان میروند. ما را معاون وزیر کارهای داخلی دعوت کرده و گفت که سنگلی و همراهش در درواز غرق شدند. گفتند که از جریان جستجوی آنها باز خبر میدهند. معاون وزیر به زیردستانش هم فرموده بود که رقم‌های تلفن‌های ما را بگیرند و دائم در تماس باشند، ولی اینک چند روز باز کسی چیزی نمیگوید. به زنگ‌های پیوسته ما در وزارت کسی جواب نمیدهد. نقل کرد شهرت کمالوف. سنگلی کمالوف یک فرزند داشت، حالا همسرش فرزند دوم آنها را در بطن داشته است. درباره کارمند دوم عمان که سنگلی را در این سفر همراهی میکرد هنوز معلومات به دست نآمده است. شهرت کمالوف نیز درباره او چیزی نمیدانسته است. این هم معلوم نیست که آیا در درون ماشین تنها همین 2 نفر بودند. یک روز قبل درباره در نزدیکی روشون نوپدید شدن کارمند عمان خبرها به دست رسیده بود. شهرت کمالوف توسط کانال دلیر امامعلی از مردم خواسته است که در جستجوی برادرش کمک کنند. خبر احتمال غرق شدن 2 کارمند عمان در حالی است که چند روز باز در ولایت مختار کوهستان بدخشان، اساساً در ناحیه روشون و مرکز ولایت شهر خاروغ، عملیات حربی با مقصد سرکوب کردن موج نو اعتراضها ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هلاکت دست کم 10 نفر از جمله یک افسر الفا و 9 ساکن ناحیه روشون را تصدیق کردند، ولی ساکنان میگویند شماره قربانیان خیلی بیشتر است. سازمان ملل گفت بر اساس معلومات منابع معتمد در ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 40 نفر کشته شدند. نیمه دوم روز 22 مای سال 2022 تقریبا ساعت 17:30 دخترچه 3 ساله یک عائله مهاجران تاجیک در بوستانسرای یا داچه والدانش در ناحیه تایکووا در جنوب و غرب ولایت ایوانووی روسیه به زابور افتاده غرق شده است. نشریه محلی ایوانوفسکی نووستی از قبل شاهدان خبر داد که این طفل در روی حولی گلچینی میکرد که ناگهان به زابور افتاد. این کانال زابور و والدان او به خاطر آن کنده بودند که از آب در آنجا جمع شده کشت‌های پولوزی خود را آب دهند. همسایه پیش من دویده آمد، رنگ رویش کنده بود و از شدت هیجان نفسش تنگی میکرد. التماس کرد که به یاری تاجیلی زنگ زنم. گفت دخترچه خردسالش به زابور افتاده است و نفس نمیکشد. نقل کرده است به ایوانوفسکی نووستی یکی از همسایه ها. کانال زابوری که در داچه این مهاجران تاجیک کنده شده بود 2 متر چقوری داشته، پر از آب بود است. کودک را زود از آب بیرون آوردند ولی او دیگر نفس نمیکشید و همین طور به هوش نآمده فوتیده است. طبیبان یاری تاجیلی بعد رسیدن به جای حادثه تنها مرگ این کودک را رسما تصدیق کردند. والدان این طفل غورمرگ از تاجیکستان به ایوانووا کوچیده، پدرش 33 و مادر ماتم زده‌اش 30 سال دارند. این پدر و مادر جوان با چقدر آرزو و نقشه میخواستند زندگی خود را در روسیه به راه اندازند، ولی حتی در گوشه خیالشان هم نمی آمد که آنها در اینجا با دستان خود جگربندشان را به خاک خواهند سپرد. نوشته است ایوانوفسکی نووستی در شرح این فاجعه تلخی که به سر این عائله مهاجران تاجیک آمد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. از اول هفته جاری در تاجیکستان قرب رسمی روبل روسیه بیس بالا می‌رود و قرب دلار و یورو برعکس به شدت رو به پایان آورده است. قرب رسمی دلار و یورو هفته گذشته متناسباً در برابر 12.5 سومونی برای یک دلار و 13.5 سومونی برای یک یورو چرخ میزد، ولی روز دوشنبه 23 مای بانک ملی تاجیکستان قرب دلار رو تا 12.10 سومونی و قرب یورو رو تا 13 سومونی و 13 درم پایین آورد. قرب رسمی روبل تا 172 سومونی برای از روبل بالا برد. روز 24 مای این تمایل باز هم دوام کرد و بانک ملی قرب رسمی روبل رو تا به 172.5 سومونی بالا برد. قرب دلار تا 11 سومونی و 80 درم و قرب یورو تا 12 سومونی و 57 درم پایین برد. به دنبال بنا به معلومات سامانه‌های رسمیشان قرب روبل در بانک‌های تاجیکستان نیز بالا رفته، قرب دلار و یورو برعکس به زمین زد. از جمله بانک اسقاط روز 24 مای
قرب خرید از او روبل 172 سومونی، ولی قرب خرید دلار همگی 11 سومونی و 10 درم و قرب خرید ایورو 11 سومونی و 80 درم نشان داده بود. تشکیلات خرد دپوزیتی همو خبر داده است که $1 و 11 سومونی و 40 درم و یک ایورو را 12 سومونی و از او روبل را با قرب 172 سومونی میخرد. اوریون بانک در سومونش قرب خرید از او روبل را 170 سومونی، قرب $1 و همگی 11 سومونی و 20 درم و قرب خرید ایورو 11 سومونی و 80 درم نشان داده است. ولی اقتصاددان ها این قرب را قرب سوخته و سنی و با دست اداره شونده و حتی در پس منظر جنگ اوکراین قرب ترغیباتی یعنی پروپاگاندیستی مینامند و میگویند با آنکه قرب دلار و ایورو نسبت به روبل تا به حد در دست کم 4 سال اخیر به سابقه پایین رفته است و با این قرب 50 روبل برای $1 یا 63 روبل برای یک ایورو و حتی با قرب نزدیک به این خریدن اسعار خارجی در روسیه امکان ندارد. گفته می شود با آنکه در صرافی های روسیه دلار با نرخ دست کم 2 مرتبه بالاتر از قرب رسمی فروخته می شود و آن هم پنهانی، ولی از بالا رفتن قرب روبل نسبت به دلار مهاجران تاجیک در روسیه و خانواده های آنها در تاجیکستان خوشحال می شوند، چون که امیدوارند که قرب بالاتر روبل می تواند دست آنها را در برابر نرخ‌های سر به آسمان کشیده اقلا یک کمی درست‌تر می کند. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 23 مای سال 2022 خبر داد که پرونده جنایتی محمدی میرزویف مدیر مکتب رانندگی مهراب 2016 را بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپرده است. محمدی میرزویف بر اساس قسم یکم ماده 295 کودکس جنایتی تاجیکستان به سوء استفاده از وکالت از جانب کارمندان مؤسسه های تجارتی عیبدار می شود. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون در شرح این پرونده گفت میرزویف محمدی براتویچ در وظیفه دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود مهراب 2016 همچون مکتب راننده تیارکنی کار کرده با استفاده از وکالت اداروی با مقصد به دست آوردن فایده به باوری شهروندان در آمده از آنها در دو حالت مبلغ 10,000 سومونی را برای گواهینامه خدمت کورس تعلیمی رانندگی درجه ب طلب کرده گرفته به احتیاجاتش صرف نموده است و به منفعت شهروندان یگان عمل را اجرا نکرده به آنها ضرر جدی رسانیده است. بر اساس قسم یکم ماده 295 به محمدی میرزویف برای سوء استفاده از وکالت‌ها یا دیگر وکالت‌های اداروی برخلاف منفعت‌های این تشکیلات‌ها و با مقصد به دست آوردن فایده و رسانیدن ضرر به شخصان دیگر اگر این کردار به حقوق و منفعت‌های قانونی شهروندان، کارخانه، جمعیت یا دولت ضرر جدی رسانیده باشد، جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان‌دهنده برای حساب‌ها یا کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به همین مهلت تهدید می‌کند. ولی تجربه مقامات حفظ حقوق تاجیکستان نشان می‌دهد که در اکثر موردها چنین پرونده‌ها با یگان جریمه شخص گناهکار به انجام می‌رسد. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان را که سال 2007 محض با مقصد ریشه‌کن کردن کروپسیون در این کشور فساد زده تشکیل شده است، بسیاری وقت برای آن تنقید میکنند که بیش از 500 کارمندش در فعالیت خود به تعقیب مایچه‌های خرد چون یگان زمینساز یا کارمندان جماعت و کمیساریات‌های حربی محدود شده به نهنگ‌های بزرگ اقیانوس فساد تاجیکستان اصلا کار نمیگیرد. تاجیکستان همچنان یکی از کشورهای فسادزده‌ترین دنیا باقی میماند. در گزارش اخیر سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال که ماه ینور سال 2022 نشر شد، تاجیکستان در بین 180 کشور از لحاظ سطح فساد در مقامات 150 جای گرفت. به دنبال شرکت ترکی تورکش ایرلاینز، یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان سامون ایر نیز تصمیم گرفته است که شماره پروازهایش را در سمت دوشنبه استانبول دوشنبه زیاد می‌نماید. مرکز مطبوعات شرکت هواپیمایی سامون ایر خبر داد که شروع از 5 ایون سال 2022 سامون ایر از دوشنبه به استانبول در یک هفته 3 مرتبه روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه پرواز انجام می‌دهد. پروازها در این مسیر توسط هواپیماهای بوئینگ 737-800 و 737-900 اجرا می شود. قبلا شرکت ترکی تورکش ایرلاینز اعلام کرد که از نیمه دوم ماه مای شماره پروازهایش بین استانبول و دوشنبه را به 3 پرواز در هفته می رساند. معلومات بیشتر و چپتای خط سیر مذکور را از خزینه های چپته فروشی و مرکز معلومات‌دهی و فروش چپتای شرکت هواپیمایی دسترس کردن ممکن است. در سامانه سامون ایر
نرخ پروازها از دوشنبه به استانبول از 278 تا 397 یورو نشان داده شدند. نرخ پرواز از استانبول به دوشنبه برای اکونوم کلاس از 260 یورو سر شده، نرخ پرواز در بیزنس کلاس 530 یورو مقرر کرده شده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه روز 23 مای سال 2022 از بازداشت زنی خبر داد که هفته گذشته ویدیوی با سنگ بانکمات‌های دوشنبه سیتی را زده شکستنش نشر شد خبر داد. میلیسیای پایتخت تاجیکستان میگوید وقت‌های آخر در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های اینترنتی شکایت شهروندان اوید به نداشتن مبلغ و فعال نبودن بعضی دستگاه‌های خودکار بانکی یا بانکمات نشر شده باعث ناراضگی مزاجان گردیده است. اما گفته می شود در اطلاعیه میلیسیا این در هیچ حالت نمی تواند باعث آن شود که یک شهروند خود سرانه چنین دستگاه‌های خودکار بانکی را شکسته کارناشی هم نماید. اشاره میلیسیا به ویدیویی بود که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشر گردید و در آن حالت با سنگ زده شکستن دو بانکمات شرکت دوشنبه سیتی از جانب یک زن ثبت شده بود. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جوانزن در نوار انعکاس یافته شهروند مومن و مهرافروز سال تولدش 1987 استقامت کننده ناحیه تیمورملک دهه ترسونزاده می باشد. ضمن پرسش معاین کرده شد که نامبرده سانه 18 مای سال جاری از سبب نداشتن مبلغ عصبانی شده به واسطه سنگ دو عدد دستگاه خودکار بانکی شرکت دوشنبه سیتی را واقع در ناحیه شامنصور کوچه صدرالدین عینی را زده کارناشی هم نموده است. در حرکت‌های نامبرده که قصد نیست و نابودی و ویران کردن مال و ملک دیده می شود برای آغاز نمودن پرونده جنایتی طبق طلبات ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان موادهای لازمه ترتیب داده شده مورد سنجش پیشکی قرار دارد. گفته می شود در خبر به این زن بر اساس ماده 255 جریمه به مبلغ از 16,000 تا 23,600 سومونی و یا تا 2 سال حکم زندان تهدید می کند. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سامونی با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده در چند مرحله از او 18,200 دلار امریکایی گرفته وعده داده است که او را با اویلش به دولت کانادا میفرستاند، اما تا حال او را فریب داده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. در این باره روز 24 مای سال 2022 مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر شماره تو رفت بیشتر ساکنان تاجیکستان تلاش دارند که با اهل عائله‌های خود برای زندگی دائمی به کشورهای غرب اساساً به کشورهای اروپا، امریکا و کانادا بکوچند. اکثر آنها تهیه شرایط برای یک آینده بهتر برای فرزندان خود را سبب اساسی تغییر مکان و انتخاب کشورهای در دوری چند هزار کیلومتر از تاجیکستان برای زندگی دائم نام میبرند. در گذشته ساکنان تاجیکستان برای زندگی دائم اساساً به روسیه میکوچیدند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه تنها در یک سال 2021 بیش از 103,000 زاده تاجیکستان یعنی به حساب میانه هر روز قریب 300 نفر از تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. افزایش شماره خواهشمندان کوچیدن به اروپا و امریکا و کانادا و بالا رفتن طلبات به ویزای و روادید سفر به این کشور باعث گرم شدن بازار قلابانی هم شده است که با سوء استفاده از باوری شهروندان آنها را به مبلغ‌های بزرگ فریب می‌کنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 23 مای سال 2022 تخمیناً ساعت 17:10 راننده اتومبیل بورکش تمغه کماز غلامشاه عبداللهد سال تولدش 1990 ساکن ناحیه رودکی هنگام حرکت از کوچه جبو رسولov به سمت کوچه رامون نبیف پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگر غفور سال تولدش 1963 ساکن ناحیه عینی را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر غفورov جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که راننده پیادهگرد سالخورده را در روی پیادهگرد پخش کرده، همچنین ستون چراغک راهنما را نیز زده کارناشی هم کرده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند.
تنها در هفته گذشته در روهای تاجیکستان دست کم 9 صدمه و 12 نفر جان باختند. به امور رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در روهای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.